موندیال نمای دیگری از جسارت انسان. بازی‌های جام جهان آنقدر شورانگیزند که همیشه تلاش فهمیدن نتایج قبل از بازی مخلصان را به عمل‌های عجیب و غریب وامی دارد. یکی همین برای فهمیدن نتایج بازی از جانوران کمک گرفتن است. حیوانات فالبین حالا بازارشان گرم است و بازی‌های نوبتی جام جهان را پیشگویی کردند. گربه با نام اخیل از شهر سنت پتربورگ غلبه منتخب نیگریا را بر آرژانتین پیشگویی نمود که درست نبرآمد. نانوک و لارا خیرسای سفید از آلمان باشند نتیجه بازی منتخب این کشور را با کره جنوبی مساوی پیشگویی کردند. نانوک و لارا که در باغ حیوانات گلیزنکیرخن نگهداری میشوند چندان پیشگویی های درست ندارند. آنها در دو مرحله قبلی غلبه منتخب آلمان را پیشگویی کرده بودند ولی یک تاش درست برآمد. با آنها یک بار دیگر امکانیت دادند که با مهارت پیشبینیشان همگان را باور کنانند. این مراتبه نفرانی که به باغ جانورا رفته بودند در فهمیدن نتیجه پیشگویی این فالبین های پشمین مشکلی کشیدند. خرسان نمی توانستند یک قوطی خوراک را انتخاب کنند. در آخر دهانه هر دو قوطی را گشودند. حاضران به خلاصه آمدند که بازی با نتیجه مساوی به انجام میرسد. مشکل است. طور شما دیدید این مبارزه بود. آنها سر یک مقصد نمی آمدند. به همین خاطر به خلاصه آمدیم که این ارتباط است. این به معنی از ادامه مسابقات محروم شدن قهرمان‌های فعلی جهان است. بازی با اشتراک دسته‌های آلمان و کره جنوبی شام امروز در شهر قزان برگزار می شود. مخلصان وقتی از پیش نانوک و لارا دور می شدند خدا می گفتند پیشگوییشان راست نبراید. دیگر به یک عنعنه تبدیل یافته است که در عرفه هر مسابقات جام جهان و مخصوصاً پیش از هر بازی الهیده میان دسته‌های منتخب کشورها تلاش میکنند که نتیجه بازی را با استفاده از حیوانات و پرنده ها فال ببینند، پیشگویی کنند و تا یک اندازه گفته توانند که در این بازی کدام دسته غالب می آید. اصلا شما با فالبینی و با پیشگویی این حیوانات و پرنده ها در فوتبال برای گفتن نتیجه های بازی های هر یک منتخب که زیاد با اونا اعتماد دارن مردم در بعضن کشورها و طوری در گزارش دیدیم خیلی زیاد استفاده میکنن از اونها، اعتماد دارید، باوری دارید؟ یعنی فال یک نوع کنجکاوی انسان است که با واسطه آن حداقل میتونه خودش به یک آینده نیک تسکین بدهد. اما باوری من به فال، یعنی اون فالی که ساکنان میبینن چندان باوری بخش نیست. من چندان باور نمیکنم چون که ده ها فالی که از ساکنان میبینن و از جمله این در یک هفته اخیر که در این بازی ها میبینم اون شرط بازی میکنن و از اون فال میبینن که فلان دسته پیروز میشود یعنی برعکس اون میشود. از این لحاظ فکر میکنم که در اکثر حالت فال به واقعیت نمیپیوندد و چندان درست نیست. اصلا به نظر شما حیوانات و یا پرنده ها قابلیت پیشگویی کردن دارند؟ مجبور کردن حیوانات که اونا برون یک چیز انتخاب کنن و از اون طریق فال ببینن و مشخص کنن فکر میکنم این واقعی نیست. با این شیوه نمیشود چیز معین و دقیق کرد. اما در زندگی شخصی خودم و در تجربه که داشتم پرنده ها و عموما حیوانات یک احساس، یک حسی برای علم نامعلوم تا هنوز دارند که مثلا احساس میکنند. در زندگی خود من مثلا پیشگویی پرنده را تجربه کردم. او را با لقب کلیمون زانتیب میدونند و از کمترین مخلصان فرانسوی است که مربی دسته فرانسه دیدیه دشامپ او را میشناسد. او کلیمون توماشوسکی است و از مشهورترین مخلصان فوتبال و دلبستگی او به این بازی 36 سال پیش سر شد. 16 ایون سال 1982 در بیلبائو بودم. 16 ایون روز اول مخلصی من در جام جهان بود. بیلبائو، فرانسه، انگلیا، ما 1-3 باختیم.
آن زمان اشتباهی دستمان را فهمیدم. آن وقت میان مخلصان انگلیس افباش ها نبودند. ما و انگلیس ها چون برادر به هم دست دادیم. یک جا می نوشیدیم، گفتگو میکردیم. آنها مرسلیز را می سرودند. فضای خوب بود و به من تاثیر کرد. بازی فرانسه و پرو 253 بازی جام جهان بود که کلیمون توماشوسکی 72 ساله تماشا کرد و همان روز هم 36 سالگی مخلصی خود را جشن گرفت. عجیبش این است که زمان 8 سبقت برای جام جهانی 41 کشور را دیدم و فقط با فرانسوی گپ زدم. با زبان انگلیسی فقط کلمه تریزه را میدانم، چون که هنگام خریدن بلیط هواپیما جای مرا نزد تریزه بدهند. میترسم. کلیمون توماشوسکی شکسته بند و باباست. برای آنکه به جام جهان بیاید سالها خزینه میکند. این بار تنظیم سفر به او امکان داد خرجش را در 34 روز تا 360 یورو رساند. هر بار میکوشم جای سفرم را خوب بیاموزم. یادگاری های بی‌نظیر شهرها را میبینم. به زندگی مردم آشنا میشوم. در عرفه بازی انگلیا به مخلصی اشدی تبدیل مییابم. کلیمون توماشوسکی 13 ایون فرانسه را ترک کرد و چیپته بازگشتش 17 ایول است. این واپسین جام جهانی من است. امید دارم خوب انجام مییابد و به فرانسه برمیگردم. برایم این تصوری سنگین است. غیر این ورزش است. اگر باختیم. دیده دشم با تمام نیرو برای آینده دسته فرانسه کوشش دارد. شما اصلا از فوتبال مخلصی میکنید و در این جام جهان جانبدار کدام منتخب هستید؟ من تو همگی 2 هفته پیش اصلا مخلص فوتبال نبودم و درباره فوتبال هیچ چندان تصوراتی واقعی نداشتم، اما فرزندان خردسالم مجبور کردن که با فوتبال رو بیارم. دخترم وقتی اومد گفت پدر میدونی که مسی چند گل زده است؟ من گفتم که میدونم اما آمارش در یادم نیست. برای من گفت بعدن از رونالدو دیگر رو سوال داد. دیگر من در خجالت موندم و در اینترنت جستجو کردم ببینم که این اصلا مسی کی است، از کدام دسته بازی میکند و گل زدن اینا را توجه کردم و با همین دیگر تقریبا بازی نیست که ترک کنم و همه بازی ها را 2 هفته شد که تماشا میکنم، مخلصی میکنم. یعنی کودکانم دیگه مرا ظاهرا فکر میکنم که با مخلصی فوتبال تبدیل دادن. از کمانده ها دستگیری میکنم و با گفتی دخترم هر کمانده که پیروز میشن من مخلصی همون هستم در واسه. موندیال نمای دیگری از جسارت انسان.